دستی شما درد نکنه، همه جا خوبه. زحمت کشیدین چقدر شد؟ 10 تومن. 9 تومن؟ همه میگن 8 تومن، شما میگوی 7 تومن. 6 تومن هم زیاده، چه برسه به 5 تومن. عجیب. من باید 4 تومن بدم به شما، نه 3 تومن. بفرمایید. اینم 2 تومن. 1000 تومنه. باشه طوری نیست، 500 تومن آقا مال خوده. آقا شما که نداری در بس نمیگرفتی. آقا عجله داشتم که در بس گرفتم. بابا یقین ماشین ارزون سوارشین باید 4 تاق دراش باز باشه. 1000 تومنه. حلال کنین از آقا خدا. آقا 1000 تومنه. آقا 1000 تومنه. پولی ما رو بده. کیانا ماما بالا در باز کن. کیمیا تو برو در باز رو. کیوان آجی برو این در باز کن. ماما این در باز کن، من دستم بنده. کوفتو ماما به کوکب خانم همسایه بگم بیاد در باز کنه. خب یکی تو پاشین برید در باز کنین. راست میگه مامان دیگه، کیمیا برو در باز کن. راست میگه کیوان دیگه، برو در باز کن. همش کار سخت رو به من بگید. آه جون مامان بابا شیرینی خریده. بابا سلامت کو. بابا به این گندگی ها نمیبینی، این قوطی ها میبینی؟ باری کلا. سلام بابا. سلام بابا. سلام. خوبی؟ بیشین. بایی بچه بابا دومه دستا بنداز پایین کارا. سلام. وای خسته شدم. آخه زن بیا که خبری خوش دارم برات. بیا. خوش خبر باشی. چه خبر؟ بالاخره پاداش بازنشستگی رو گرفتم. بیا ترسیدم. آخ جون بالاخره پول جهازم جور شد. خدا رو شکر. خدا رو شکر. من کلی نقشه برای این پول کشیده بودم. میدونم. بیا ببینیم چی کار کنیم. بیا. میدونم. بالاخره جهازم جور میکنم. آره من بدبخت شدم و بیچاره این کاش نگفته بود. بفرمایید من در خدمتم. بفرمایید. خب حالا میخوای با این پول چی کار کنی؟ بله که میخواد چیکار کنه؟ من 2 سال از سرباز اومدم بیکارم. خب برم مغازه موبایل فروشی بزنم. اینو باش. من 3 سال عقدم، بابا میخواد واسه من جهاز بخره. نه خیر من میخوام برم تبلت بخرم، برم برنامه شاد نصب کنم. حرف نباشه. این پولا باید بزنیم به یه کاری که برامون درآمد داشته باشه. نه اینکه ایشون جهاز بره بخره، ایشون موبایل فروشی رو بزنه، یا ایشون تبلت بخره بره تو برنامه شاد. من میخوام کارگاه بزنم. کارگاه چی؟ خیاطی. خب چطور شد دوباره؟ تولید درآمد. کارگاه خیاطی را بنده. بله. که این میخواد بره موبایل فروشی ها، اون میخواد بره جاز بسونه ده، این میخواد برنامه شاد چیه؟ قرمز اینا. نخه من خودم برنامه ریزی کردم. من میخوام پولو بدم یه ماشینی پاک و پاکیزه بسونم، بذارم تو آژانس وایسم باش کار کنم. پس من چیکار کنم این وسط؟ خب هر وقت من خسته شدم تو برو سر کار. مامان بابا اومد. مامان چیه دیگه؟ دوچرخه؟ چیکار کنم خودت؟ دوچرخه من قرار بود با ماشین بیای. این ماشینه؟ بابا شما فکر آبروی منو پیش مجید نکردین؟ ماشینشو نده. بابا زبون بدم بگیری. این سناسشایی که برای بازنشستگی به من دادن، رفتم قصه اونا دادم، تازه اینم قصی خریدم. اوی وایسادن منو نگاه میکنم، یکی بیاد اینو از رو پام همر داره. پس که نشستی داری سیگار میکشی. چی کار کنم؟ خب بابا این جام دست سرم ور نمیداری؟ خب نمیدونی مشکلات نمیبینی؟ یعنی میگوی بلنشم برم با این وضعیت که داری میبینی رقصم عربی برقصم برات؟ بابا پسره سربازی اومده از بیکارز، دختره راست میگه زنبسته جاز میخواد، اون یکی شاد میخواد. من چون میدونم شاد که نه، تبلت بگیره شاد روش نصب کنه. همین که تو میگوی من چی میدونم. و قصه نداره؟ هر کاری راه حلی داره. بفرما.
ماشین داداشمو بگی روش کار کن. از وقت حالا باید افسارم میدادم دست شما، حالا بدم دست برادری شما که هر جا دلتون خواست بکشنده برین. نه خیر خانم، موتورش این ماشین سوخته. تو موتورشو خودت تعمیر کن، خودت درستش کن، روش برو کار کن، 1% بده به داداشه من، 1% خودت بردار. آره داداشی تو هم که به چه پیغمبر پاک و منزه. داداش من خوبه، مثل داداش تو نیست. بعدم نمیگه دا، یعنی میگوی برم موتورشو درست کنم برم وایسم کار کنم، یعنی وای راست میگه دا. خویست برم کار کنم و قصه و این جایزی اینو رو هم میده ایم و زندگیمون طوری هم نی. خوب فکری از خدایا 100,000 بار شکره. دمت گرم خدا، به ما که ندادی انداختی تو کله این، بالاخره از این کله استفاده کرد. آری که خدا میری به داداشی بگو همین امشبش زنگ میزن. آره بزن زنگ نزن بذار تو من صبح برم الا زنگ بزنیم میگه ماشینو بردن ولش کن.